بحث بود که یا محمد گفتن جایز است یا ناجایز. ما گفتیم که یا محمد گفتن بیادبی در شان رسول الله، این صحیح نیست. این مردم ها رفتن به مردم مثل که در شما بگوین یا محمد قبول نداره. شما چطور احساس میکنی از این کلمه؟ یعنی اینی مردم کی را قبول نداره؟ محمد رسول الله را قبول نداره. این تو نمیگفتن که اینی مردم گفتن کلمه کی را قبول نداره؟ یا محمد قبول نداره. اینطور مغالطه میدادن، مردم هم میگفتن یا محمد قبول نداره. ببینی مغالطه را؟ امروزی مغالطه ها زیاد است. یا خیرات قبول نداره، همینطور نمیگن؟ یا دعا را قبول نداره نمیگن؟ یا زیارت قبول نداره نمیگن؟ یا خیرات قبول نداره همینطور میگه نمیگه؟ این تحریف است یا حقیقت؟ این تحریف است. از او خاطر شما که در ترجمه قرآن کریم میایه باید این قدر نکته ها را تفکیک بکنه. ما وقتی که رد میکنیم، من پیشتر رد کردم مسئله تعویضا را که چی نوشته است؟ یا بدوح. چی نوشته است؟ یا جبریل به حق اصحاب کهف، به حق قطمیر سگ اصحاب کهف. فهمیده؟ به حق کی؟ بگه سگ اصحاب کهف. او چی حق داره سری الله متعال؟ از کجا ثابت شده حق از او؟ عجیب است. الله رحم بکنه. لیکن بیرون کی رفتن میگه والا در ترجمه مولی صاحب رفته بودیم جبرائیل و میکائیل علیه السلام قبول نداد.